در رو سرم FC26 به صورت رایگان اجرا کن. شما میتونی هر گیمی رایگان داشته باشی و حضرت هیچ گیمی دیگه رو دلت نمانه. همین کس به درم در آمده تا ای آموزشاره براتان گرفتم، این روشاره تست کردم، پیدا کردم و به نتیجه رسیدم. خیلی طول کشیده و اینکه عرضم به حضورتان توی ویدیو قراره که بهتان آموزش بدم FC26 به صورت رایگان داشته باشینان و پلیش بدین. و اینکه یه خبر خوب براتان دارم و یه خبر بد. خبر خوبه که گفتم، خبر بدم در ادامه ویدیو براتان میگم. کار ما با نرم افزار پروژکت لایتینگ. اگر نمیدانی چجور بازی ها رو به استیم اد بکنی، تو ویدیوی قبلی بهت آموزش دادم، ویدیوی روش جدید گیمینگ. برو ویدیو رو ببین بعد بیا سراغ یه ویدیو. قبل از هر چیزی من اسکوا هستم، محمد اسکوا، و اینکه خوشحال میشم این ویدیو رو لایک کنی، نظرت برام کامنت بکنی و اگر همیشه میگم این موضوع تا آخر ویدیو ببین، اگه به دردت خورد بعد حساب بکن، اگرم نخورد نکو. همین کس. و اینکه خوشحال میشم اگه آموزشی چیزی مد نظرت هست داخل کامنت ها بهم بگی. و اینکه همیشه هم گفتم بیشتر سوالات تو دایرکت اینستاگرام جواب میدم. همین کس. اگه سوالی چیزی در رابطه با اروری چیزی داشتید دایرکت اینستاگرام میتونید ازم بپرسید. و اینکه قبل از هر چیزی بهتره که بری ویدیو قبلیه ببینی، چون اونم خیلی قراره به دردت بخوره، و بعد بیای سراغ یه ویدیو. بدون معطلی بریم سراغ ای آموزش. و اینکه چکرم بدم. شما در مرحله اول به نرم افزار پروژکت لایتینگ احتیاج داری که لینک دانلودش تو ویدیو قبلی هست و لینک آموزش و ویدیوی آموزشش هم تو ویدیو قبلی هست. همین کس. شما نرم افزار اجرا میکنی. همین کس. بعد از اینکه گیم به استیم اد کردی، اپایدی میزنی، اد گیم میزنی، اینجا نگاه کن FC26 ریستارت استیم میزنی. گفتم بهت تو ویدیو قبلی آموزششو گذاشتم برات، روش جدید گیمینگ. بعد از اینکه گیم اد کردی، خب در رو سر میای داخل بایپس ای میزنی، FC26 تا پیدا میکنی، اپلی فیکس میزنی. اپلی فیکس که بزنی در رو سر محل نصب بازی ازت میخواد. بعد ای که محل نصب بازی به شناسوندی، سلک فولدر زدی، یه چند تا نرم افزار دانلود میکنه و به پوشه گیمت اد میکنه. خب این کار تمام شد. خب شما میای داخل پوشه گیمتان. خب بعد از اینکه این کارا رو تماما انجام دادی، آنتی ویروس و فایروالت هم خاموش باشه، میای داخل پوشه گیمتان. خب FC26 شما این فایل اگزه FC26 اجرا میکنی، بهت یه تیکت میده. خب بعد از اینکه به تیکت داد، دو تا راه حل داره. باید بیای چه بکنی؟ عرضم به حضورت میای داخل استیم، سرور پروژکت لایتینگ، میای داخل چه؟ میای قسمت تیکت زون. قسمت تیکت زون سل تیکت تایپ انتخاب میکنی، FC26 میزنی. ایازی FC26 زدی، اینجا بهت میگه د کاتگوری FC26، اینجا کاتگوریش برات میاد. خب اینجا بعد از اینکه فایل تیکت این اجرا کردی، فایل تیکت به داد، این فایل. خب میای اینجا در روسترم فایل تیکت از اینجا آپلود فایل میزنی، فایل تیکت انتخاب میکنی. خب بعد از چند ساعت قبلش اینم بگم، قبل اینکه فایل تیکت بفرستی باید یه شورت مسیج بهشون بدی. مثلا میتونی یه هلو بفرستی، مثل من یه هلو فرستادم، فایل تیکت آپلود کردم. خب نیای تکستش آپلود بکنی ها، میای خود فایل آپلود میکنی. بعدش میاد بهت میگه هلو، فایل توکن بهت میده. و اینم بهت اینجا میگه که این نرم افزار دانلود بکو و آپدیت ویندوزت غیر فعال بکو با این نرم افزار. قبل از این که توکن اضافه بکن. بعد از این که توکن به داد، میای داخل ای فایل آنودیس یه همچی چیز اسمشه، میای اوپن ویت میزنی، از طریق نوتپد هر چی که از اجراش میکنی. بعد از اینکه از طریق نوتپد اجراش کردی، اینجا زده دنوو توکن. خب
اینجا حالا نمیدانم اسمش چیه، دوتا چیز زده برای شما. این متن طولانی نیست، خب زده که توکنه باید اینجا، به انگلیسی نوشته توکنه باید اینجا چه در رو سرم. بذارید من براتون بیارمش. اینجا FC26 get here. این متن براتون نوشته Please wield de novo token here. خب این متن پاک میکنی، فایلی که بهت دادنه خب در رو سرم چه میکنی؟ اجرا میکنی. فایل اجازه بده یه همچین فایلی بهت میده. این فایل کپی میکنی، ایزی کپیش میکنی، میای داخل پوشه اینجا. ای قسمتی که زده توکن اینجا، توکن هیر، پیستش میکنی در رو سرم. حالا من پیستش کردم یه همچین چیزی برام. خب بعد میای فیل میزنی، سیو میکنی، سیوش میکنی، ایزی. بعد از ای که تمام ای کارها رو انجام دادی در رو سرم، میای FC26 خیلی ایزی اجرا میکنی. همین کس خیلی رایگان و ایزی، به همین راحتی، به همین خوشگلی، به همین زیبایی در رو سرم اجرا میکنی و لذتش میبری. همین کس محمد اسکو در رو سرم. من چه کارایی که برای شما نمیکنم. کی خدا سرشاده ای روشاره برات میذاره؟ همین کس، اونم چه رایگان. خیلی های روشاره بلد باشن میان چه پولیش میکنن. میگه شما گیم مثلا $70، شما $10 به من بده، من گیم بهت میدم نصف قیمت، بیشتر نصف قیمت. $70 $30 به من بده، نصف قیمت، من گیم بهت میدم. ما میخوایم منتظر باشی آف بخوره. ساری ویسی. خبر بد ای بود داخل نرم افزار پروژکت لایتینگ، ارزم به حضورتان، آنلاین فیکسش نیاورده که بشه آنلاین پلیش داد. متاسفانه الان دیدید که زده بود پروژکت لایتینگ کانکت تو سرور ای آنلاین فیکسش نیاورده. من تیکت براشم فرستادم که آنلاین فیکس ای گیم اد بکنم. اگر به محض اینکه آنلاینش اد بکنن، ارزم به حضورتان همین که از براتان اطلاع رسانی میکنم داخل این اینستاگرام که آنلاین فیکسش اد کرده. آموزش هم تو یوتیوب میذارم، پس حتما چنل داشته باش و اینکه اینستاگرامم، کانال اینستاگرامم داشته باش. همین که از در روز سرم. بذارید من اگه بیام بیرون. خیلی ایزی شما میتونید آفلاین مودش پلی بدید فعلا، ولی منتظر باید بمانید تا آنلاین مودش. در رابطه با آرکریدر دارم اونم اوکی میکنم، در رابطه با اساسین کرید شادو دارم اونم اوکی میکنم، آموزش اونم میذارم. ای ازی همه که ازت انتظار دارم اگه ویدیو به دردت خورده چنل ساب بکنی و اینکه فایل توکن براتون میذارم. خب اگر با فایل توکن تانستی گیم اجرا بکنی که منم دعا بکنم که سابم یادت نره. اگر نتانستی اجرا بکنی مجبوری تیکت براشان بفرستی که فایل خودشان بهت بدن. داخل سایت آپلود چه بهش میگن نمیدونم، چه ابری بهش میگن، اونجا براتون آپلود میکنم. همین که از لینکش هم داخل دیسکریپشن میذارم، لینک دیسکوردم داخل دیسکریپشن میذارم. چنل دیسکورد پروژکت لایتینگ و اینکه آموزش پروژکت لایتینگ داخل ویدیو قبلی هست، لینک دانلودش هم اونجا گذاشتم. همین که دردت به قلبم در روز دارم. و اینکه اگه یه ویدیو به دردت خورد واقعا من حساب بکن، هیچ کسی آموزشا رو برات رایگان و فری نمیذاره. من صرفا تو ویدیو قبلی گفتم به خاطر اینکه دوست دارم دل بقیه رو شاد بکنم توی حوزه اقتصادی که هیچ کس نمیتونه یک گیم پلی بده، دوست دارم دل مردم رو شاد بکنم و شما حداقل زحمت من بی نتیجه نکن. شما هم دل من شاد بکن. مثل خیلیا
نمیگم بیا من دونیت بکن. آره این کار برات کردم تو به من دونیت بکنی، تو به فلان بکنی، بیسان بکنی. نه، دوست داشتی دونیت بکنی، دوست نداشتی همین کس من یه ساب بزنی، من یه فالو بکنی، من یه کامنت بذاری برام، یه انرژی بهم بدی برای اینکه توان داشته باشم ادامه بدم، یه لایک بکنی، همینا بریم کافی. در رو سرم همین که از خیلی مریض اوار بودم، به جان داداش نمیتونستم من تو جان بلند بشم، به سختی آمدم ویدیو براتون گرفت، به امید روزه بهتر، به امید ای که با هم پیش بریم. در رو سرم تو این اینستاگرام میرم بگم 10K شدیم، به امید 100K به حمایت شما و اینکه در رو سرم همین که از خیلی مریض وار بودم واقعا. از اینکه شادو هم برادان میذارم، آرکری دارم در رو سرم دارم تستش میکنم برادان. به این وارد گیم شدم ولی اروراش فیکس کردم، مشکل کانکشن دارم، یعنی مشکل اینترنت ما همه جا تحریم. در رو سرم سر به درد آوردم، همین که از چاکرتم، قلب منی، نوکرتم، امیدوارم که دلت شاد کرده باشم و اینکه چاکر همدان اسکو.